چرا یگان دختر یافته بود؟ بله. از کجا؟ آدمی شهر بختر بود. دختر یگان نقصان کم بودی بیایم که نقصان کم نداره یک بار شوهر برای اویله داشتن، برای زندگیش، برای زن یافتن مانعش در زندگیش همش خاله به خاله فرخوری پرپوتات میکنن. چند سال بزرگتر است میشه اون کس اویله دار سوی فرزند سوی نبیره میگه که سلامتی اویله دار شدین خانه در ایشون از یگان که از نمیشته فرزنده ترکاتون درگیرتون همین حالتون باز زیاد میشه نکجونه چرا میبینی مثلا فرزنده همساله خود که سینفی 3 4 5 مثلا اینها سینفی 10 دیگه بچه های همسین کنن و زیاد نمیشه فکرم که مثلا من اگر زن میداشتم مثلا فرزنده ممکن اون 10 ساله 12 ساله میشه خداوند مهربان دوستان در جای که خال مرا میخواد یا خطا میخواد کسی گرک نه با او خاطر کرده دوستان عزیز که ما بنده های مؤمن مسلمان امروز دستگیر خیلی شخصیت هایی باشیم که در نزد خداوند قدری 1000 مرتبه ایمو بلنده نباره بعدش براتون پدری سکنه خودتون دستگیر کردن نمیتونین پول هم ندارین حدی اقل در حقش دعا کنین که خداوند زنی صالح نصیب روزش گردونه فرزند. سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیه انا همین گونه میبیه ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مازی شترمرغ و همچنین این ایش را توصیه می‌کنیم. برای راه‌های نفس هم هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشه و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست این بهترین مزه برای نرم‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنیم. اینجا بهترین مزه هستند. برای معلومات بیشتر شما میتوانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید. ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن میفهمونه. مغازه سیارتشو در خدمت شما ای بندگان خدا مزهای ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز ماه شریف رمضان با هر یک شما مبارک شود. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. امروز در مهمانی ما حضور داره اکای خال محمد از خد لینس که روان خیز به شهر دوشنبه اومد. ان شاءالله همراه ما صحبت میکنه و برای تمام مخلصان عزیز سخنایی داره که گپ زنم. دوستان عزیز به همین خاطر برای اویله‌دار شدن برای زندگیش برای زن یافتن مانعش در زندگیش همش ان شاءالله اکای خال گپ میزنه و از شما چه میراد دوستان عزیز فقط تنها یک دستگیر یک سخن نیک یک میتره دریغ نداره. ان شاءالله صحبت سر میکنیم همراه اکای خال محمد. السلام علیکم اکای خال جون بیا دست مبارک بگیرید. خوبی اکم چنگی سلامتی خوبن یا میندوری رو با کلی مخلصانی که طول چندین با وقتا باز خطا ندیدید. السلام علیکم تماشاگران دوستان و مخلصان سامانه رحیم پروداکشن همه شما را با مناسبت ماه شریف رمضان تبریک و مبارکباد گفته و شما از درگاه خداوند عمری دراز تن صحت سالم تمنا میکنم. در این ماه میخوام که هر وقت ثواب اجرش خداوند بر سر ما بندگانش عطا فرستد و با آمد عید بهار و نوروز همه شما را تبریک میکنم. هر وقت مثل گلهای بهاران شکوفان و خندان باشه. سلامت باشه اکای خال جون. با فکرم نواری که کرده بودم یک سال پیش بودم در بالا ویلن اسکرام رفته گیریم در دنیای گلها بله زپراف که بله در همجا صحبت کردیم. سلامتی خوبن همه تیجان الحمدلله. پدر مادر چخلن؟ شکران خدا پدر مادر خیلی در بالای سرم خداوند همه نگهبان شما سلامتی شما. الحمدلله سلامت باشین. هزار رحمت اکا جان. آینده زندگی چندین نوار پیشینه در خواهش کرده بودن که عبدالرحیم جان ما را قطعی اکای خال یعنی خالی فرخوری یک جا نوار کنه که مقصد بسیار نفرها اکای خالا به خالی فرخوری پرپوتات میکنن. همین کلاسه؟ بله شباهت میکنن مثل مانان میکنن. در مسئله زنگیری علفه گفتن یک پتوک پیدا شد با ادکس شده سبب یک جا نوار کردن قطعی اکای خال محمد در چی بوده که؟ وقتی که ما فرق نکنیم مثلا 3 سالی های از من چند سال بزرگتر است مثلا اون کس اویله دار سوی فرزند سوی نبیره مثلا سلامتی با چشم بینشش خوبتر است او رانندگی میکنه بفکرم. بله یکم بار همراهش با خوردگی من راست شدیم سالهای 98 یا 2000 بود همین از بازار سخاوت دیدگی نه؟ بله روز او وقت بینایتون بود میدیده نه؟ من خیلی ساعت باید میگشتم نه؟ حاجی مشکل زندگی چیه که خود محمد جان؟ امروز گفته که با بقره بالا میرم از سبب رفتن اون در چیه باز؟ من حاجی اگه نه اکسال هوا باشه مثلا خنکه گرمش چشمان خیزر میکنه شبانه محکم میشه. خودمون لینز مونده گفتیم در چشمان رزولتات نداد؟ نه میگه با قدگی کن. نه بعد همون یکم قد دیده نخ یا نه؟ یک کم ترسید همون دارو
چیکار چکندن گیرم دارو ماست کردم یک کمتر روشن‌تر شد و واسه عصب میگم اما عصب که آرام باشه میشه وقت خیش باشه اما بینایش هم بیشتر میشه خوبتر میشه ها مسئله زنگیری باز چی شد با همین خیلی خب دامون جز با یک برادر دیگر وعده داده گفت همین بعد از رمضان با خیلی کنیم که انشاءالله خداوند خیلی مشکل کشاده کنه با بیشتری هم بیرسیم تو کی را یکون دختر یافته گفت؟ بله از کجا؟ از همین شهر بختر بود دختر یکون نقصان کم بودی یا اینکه؟ نقصان کم داده یک بار شوهر کرده شوهر کرده بعد یکون واریانت ها نموندن مسئله خونه زندگی ده هیچ نمیتونم شما در خونه پدری حق زندگی کردن زمین دارین اخیان؟ داریم خونه بزرگ مثال پدرم خودی هست خودش مثال در من که دادرم در خونه هستیم نه نفرانی که اگر که بگن که اگه خال خانه نداره مثال وقتی که ما میگیریم حاج یک زمانی هست که ممکن 50-60% انسان برای خانه و در همراهتون زندگی کنن با باور کامل گفتم میتونیم که زمین پدری نزد حولگی ده مثال شما حق دارین مثال دارین منزل زیست برای چی حق داریم میگن که همین تو اویدار شدین خانه در شما شما همین که تو روزی بودن تو نیکی نگهبانی کنم مثلا یعنی پدر مادر خط شما میسن بله بهترین اگه خال ماما جان انشالله باور کامل دارم که مردم دست بخیر تاجیکستان هم دستگیری تو میکنن انشالله باور کنید برای اکه خال محمد خینک یک نفر هست که پس ما همراهشون صحبت میکنیم در تماس و همه وقت از حال ما بخبر میشه و امروز هم سببی اومدنشون برای دستگیری کردن ای دوستان عزیز هر کس به قوت تواناییش همه میدونه مردم لنیسکریون زندگی که خال محمد از یک رو در اومد نداره هر روز کارش مثال در بدری ولنسوا رفتن نفرانی که اگر در طرف لنیسکریون باشن هر روز زندگی که خلا میبینن میدونن که در خود طرف لاهورون در طرف لاهور زندگی میکنن به نهایت یک شرایطی وضع مینه با کدوم خاطر که حاجی همه از پای زندگی خشم میخلاسه که خود هم عروس تش میکشن بله فقط با یک پنسه زندگی ها حاجی دکتر بسیار میره میوه که هم هر ماه میریم که همین چی نساده ما میخوام که بیشتر شقه بینه کم نشون بیشتر شد که همین خودی رو گشتن هم نمونیم که باشش ما زیرا مکه خود برای زندگی برای زن نداشتن برای فرزند نبودن که علاقه ممکن حاجی اگر شما زن میداشین محتاج یکم کس نمیشین فرزند در توکتون در گیرتون همین حالتون باز زیاد میشه نه که جناب چرا میبینی مثلا فرزند همساله خود که سینفی 3 4 5 مثلا حاجی سینفی 10 دیگه بچه‌ای همسین کنن و زیاد نمیشه فکر کنم که مثلا من اگر زن میداشتم مثلا فرزند ممکن اون 10 ساله 12 ساله میشینم امروز خانتون میشینم مقصد پگه زندگی همه وقت هر انسان همه ساعت در برتون بودن نمیتونه هر کس از پای زندگی شد صد نکنی وقتی که فرزند میبود زن میبود با کار ممکن رنگ دیگر میگیره مثلا فکر که چیز مثلا چند پس چیز میشین باز خداوند خودش میدونه چی سوی اون دیگه هست یا نیست این اون غنیمت این روز هستیم کی میدونه پگه نیستیم پگه چی میشه ولی واسه پگه یاد چی میشه خداوند میدونه یعنی تو حاضر از زیخی و بتوخطی و فکرونی عصب از همه که چشم شما به همه درد و به همه حال آمدگی مقصد هر روز زن فرزند مهم اگه خال برای شما هم زن هم فرزند خیلی انسانیت به این نمیشه دوستان عزیز هر کس که به دنیا میاد خدمات دو چیز آفریده یکی زن یکی مرد یکی با یک دیگر دور بودن نمیتونه هر دوش در دنیا برای یکدیگر خوب و بهتره همین خلاصه که این دنیا دو روزه میگذره برای همون اصلا یک چیز میراث موندن نکنه و فرزند برای برادرها چی گفتن یکون که از دستگیری کنن چی سخنه و چی مراجعت ها داره با برادرهایی که عین حال خطا تماشا کردن برادران که دستگیری میکنن هر وقت دستگیری میکنن نه در پس در ماه شریک بود هر وقت برادران هستن که دستگیری میکنن باید همه آنها تشکر میگم میندارم خداوند که یک سوال خودشون با ما داره نذاشتن همه در نمازشون دعا میکنن که یک سوال ها 1 میلیون بگردد که آنها باز برکتش از جانب خداوند است. سلام باشید. یگان کارت داره که جون؟ کارتمون نمیره میگم دارم. چنده؟ 907 92 51 63 907 92 51 63 همین نمبر داشتم استیه. با نام نسبی کی میبرید؟ حیطف خال محمد هم فراموش کردم. حیطف خال محمد یعنی کارت در دست ختونه در نام ختونه همش ختون ببینید. همه خلاص دارم. او شیک هستن اون دارم سریسون شدم. دوستان عزیز کارت که خال محمد در روی اکران میمونم ان شاء الله بهترین میشه که دستگیری کنیم به خاطر چی دوستان عزیز که
خینه باور کنید وقتی که از یک جو منبع درآمد باشه همه قدر قیمت میکنه، نه که نباشه دوستان عزیز به نهایت خینه در همه جا زیقی رو افتاده. و این خاطر امروز که خود یک شخصیت هست که ای برای ما درس عبرت است. دوستان عزیز خیال نکنید که حالا اول یک خاله میبینیم خداوندی را خیر کرده و خیلی کرده، فقط ما باید نزد پروردگار شکرگزار کنیم که خداوند مهربان میتونست که در جای یک خال ما را میخیر کنه یا خطا میخیر کنه یک از دیگر کنه. با او خاطر کرده دوستان عزیز که ما بنده های مؤمن مسلمان امروز دستگیر یعنی خیلی شخصیت هایی باشیم که در نزد خداوند قدری 1000 مرتبه ایمو بلند است. باوری کامل دارم. با همین خاطر وقتی که ما اینا را دوست خدا یا بهترین دوست خدا وقتی که ما اینا را دستگیر کنیم بهترین ثواب و اجرش در نامه اعمال ما نوشته میشه. با همین خاطر نوارده یا لایک کامنتر در این نداره، نوارا بعد از براتون پدری سکنی خودتون دستگیر کردن نمیتونین، پول هم نداره، حدی اقل در حقش دعا کنید که خداوند زنی صالحی نصیب روزش گردونه، فرزندای خوب نصیب روزشون گردونه. هیچی هم نمیتونین بنویسین که خال بهترین. همه کامنتری رو میخونن گوش میکنی میگن تا نه دیگه رو میخونن من گوش میکنم میخونن که کامنتری را چی نویسن سخنای خوب و بد. یگون وقتی دیدی که یگون تشم سخنای بد نویسه گوش کرد سخنای بد بسیار نوشتم. نواره که یکم با تلویزیون اولین نوار چندین کسا سخنای بد ما به خداوند حواله میکنیم. سخنای بدی آنها رو هر چیزی که میگن خوبی کردن نمیتونی بدی نکرد. و همین خاطر بهترین میشه که در حقش دعا کنین دستگیر کنین. در آخر برنامه چی گفتن یک جناب؟ یک دعا میکنم برای همه مخلصانی سونلایت این پروداکشن بخش برای اون برادرانی که هم دستگیری میکنن، اون برادرانی که دور از وطن در غریبی هستن، در مهاجرت هستن، ما رو هم وقت باز یاد میکنن، با ما زنگ زده صحبت میکنن، از احوالی من میپرسن که در چی حال هستی، چی کار کردی، عروسی هفتی ما دستگیری کنیم. برای اونها یک دعای خیر میکنن که هم وقت خداوند نگهبان شد که اونها در آسینای بالانس بود که کار میکنن. بله اونها هم دشوار است که در چندین آشنا خودشان جانشان در خطر ماندن کار میکنن. اونها هم کار دشوار برای اونها. بله انشاءالله یا دعای نیک الهی آمین. خداوند در کسب و کاری برادران مهاجر برکت یا هم وقت پیش راشون کشاده کنن، چی مشکلاتی دارن خداوند مشکلشون کشاده کنه. در این ماه شرفی رمضان روزه و نمازهای خواندگیشون قبول بگرداند، چی خیر و سخاوت میکنه خداوند در چند بگرداند خیر و سخاوت را هم وقت کارشون پیش راست کشاده کند و تمام بیماران اهل اسلام شفای کامل عطا فرماید. خداوند روزه های گرفتگی همه ما و شما بندگانش را و در روز قبول کند و گذشتگیان را جاسم جنت بگردند. برحمت که الله اکبر. سلامت سربالا باشه دوستان عزیز. خواهش دوستانه یا لایک کامنتر در یک نداریم بدرین یک کامنتر تنها یک کامنتر بنویسین که خال خداوند نگهبان خداوند یک زن خوب نصیب روزیتون گردونه. همین را بنویسین صاحب زن شوه ثواب 40 ساله همین اکره همه مونده نصیب میشه. الله یار و مددگارتان تا برنامه‌های آینده.